سلام علیکم مخاطبان فرهیخته رادیو مونودرام. خیلی خوشحالم میبینمتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به پارت 18 هم از رمان عاشقانه پستچی. ریحانه در دفتر مجله معذب بود. گفتم راحت باش. زیر چشمانش گود افتاده بود. برایش چای ریختم. بغضش ترکید. قطرات اشکش در استکان میریخت. چای با اشک ریحانه. گفت علی با شما تماسی نداشته؟ گفتم نه، نمیخواستم تو دوران سوگواری مزاحمش بشم. گفت یه کاری بکنین خانم چیستا، زده به سرش، همش با من بد اخلاقی میکنه. شبا میره تو انبار میخوابه، درم قفل میکنه، انگار من هیولام. با عشق غذا میپزم نمیخوره، میگه سیرم. از صبح تا شب معلوم نیست کجاست، شبم زود میخوابه، اصلا منو نمیبینه. گفتم حرفتون شده؟ گفت نه. حس کردم ریحانه چیزی را پنهان میکند. به ریحانه گفتم الان به گوشیش زنگ میزنم، اگه جواب بده. علی جواب داد. عصبانی بود. هیچ معلومه تو کجایی؟ سر کار. چطور؟ نخواستم یه مدت. گفت این حق پیشنهاد تو بود. گفتم به خاطر مادرت بود علی، تو هم قبول کردی، آرزوش بود، دیدی که به صیغه راضی نشد. گفت باید اسماتون بره تو شناسنامه تا نفس آخر راحت بکشه. حالا مگه چی شده؟ ریحانه اومده بود اینجا. علی گفت برای چی؟ گفتم میگه محلش نمیذاری. علی گفت بیا همون پارک قدیمی، باید ببینمت 1 ساعت دیگه. ترسیدم. در صدایش آژیر قرمز میشنیدم، مثل قبل از بمباران. زودتر از من رسیده بود. خدایا بعد از این همه سال از دور که میدیدمش قلبم مثل یک بچه بیتابی میکرد. علی همیشگی نبود. گفت این دیوونه است بابا، میخوام قلبشو عمل کنم، میگه نمیتونم، حاملم. فقط صدای کلاغ‌ها بود و ریزش برگ‌ها. گفتم همش 1 هفته است. گفت به خدا حتی دستشو نگرفتم، ما از بچگی از هم خوشمون نمیومد. شاید رو محبت مادر حسادت میکردیم. اگه مادر انقدر اصرار نداشت اسما بره تو شناسنامه، یه وقت سوری میخوندیم و تموم. اما مادرم حتما یه چیزی میدونست، نمیدونم چی، یه رازیه بین خودشون. قسم به دل پاکت چیستا، من اصلا از نزدیکشم رد نشدم. حامله؟ چطور 1 هفته ای فهمیده؟ دروغ میگه. چرا نمیرین دکتر؟ نمیاد، میگه میخوای بچه منو بکشی بریم با اون زنی که. میگه من وصیت مادرت بودم. اشتباه کردیم چیستا، هر دومون. من اون شب گیج بودم، فکر کردم به قولش عمل میکنه. حرف میزنم گریه میکنه، جیغ میکشه، میگه من بچه‌مو نمیندازم. گفتم نکنه بره پیش پدرم. گفت از این دختری هیچی بعید نیست، فقط یه راه داریم، با هم فرار کنیم. همه جور پات هستم، از مرز که رد شدیم قیابی طلاقش میدم، خونه مادر بزرگم مال اون. گفتم اما خدا رو خوش نمیاد، شاید یه چیزیش هست. گفت مریضه، از بچگیش عصبی بود. مادرم دوستش داشت چون خودشو توی غرق شدن خواهرش تو دریا مقصر میدونست. من به ریحانه دست نزدم، باور نمی‌کنی؟ به چشمان عسلی و شفافش نگاه کردم. به او یقین داشتم. زانو زد. تقاص چیو پس میدیم چیستا؟ چیو؟ میلرزید. باد میوزید. دستم را رها نمی‌کرد، مثل دست یک کودک. چقدر خوب شد که دیدمت. ریحانه بهانه بود. 1 هفته دل می‌کردم که چطور حالت را بپرسم. بعد از آن عذاب و عقد مصلحتی گمانم باید مدتی تنهایت می‌گذاشتم، اما هر لحظه دلم با تو بود. هر لحظه تجسمت می‌کردم، مثل آن 3 سالی که تو در بوسنی بودی و نمی‌توانستی از وسط خون و آتش برگردی و مرا ببینی. مثل آن 4 ماه که به تهران برگشته بودی و مادرت آهسته جلویت می‌مرد و نمی‌توانستی با من حرفی از امیدواری بزنی. پس در سکوت دنبالم می‌کردی. حالا من بودم که باید در سکوت دنبالت می‌کردم و ریحانه بهانه خوبی بود که به تو زنگ بزنم. چقدر مهربان و ساده روی نیمکت پارک نشسته بودیم، مثل 2 بچه دبستانی بیخبر از آینده. فرار کنیم؟ کجا فرار کنیم؟
تو با یه زن مریض که ادعا میکنه حامله است، من با یه پدر ناخوش که به من نیاز داره. باید قبل یا بعد از کمیته فرار میکردیم. حالا دیگه دیره. گفتی به خانه ما برویم. دکتر بیاید ریحانه را ببیند، چون با تو درد و دل کرده بهتره پیش تو باشه. چقدر ساده بودیم علی. خانه‌تان به هم ریخته بود. انگار 40 دزد بغداد حمله کرده بودند. ریحانه نبود. گفتم ببین چیزی گم نشده. گفتی سند خونه و شناسنامه ریحانه نیست. نگرانش بودی. نمیتوانستی نفس بکشی. یک زن بیمار در این شهر بینشانی. روی صندلی نشاندمت. گفتم نفس بکش. شقیقه هایت را با پارچه‌ای خیس کردم. دستم را گرفتی. پدرت الان تو رو به من میده؟ گفتم شما الان زن داری کاپیتان. گفت بیا بخون. نامه مچاله ای را که در دستش گلوله کرده بود مقابلم گذاشت. دستخط کودکانه ای بود. الان که این نامه را میخوانی من از تهران رفتم. تو هیچ وقت مرا دوست نداشتی. فقط میخواستی مادرت را راضی نگه داری. این خانه مال من است. وکالتش را از مادرت گرفتم. من باردار نیستم. باردار نفرت تو هم آقای قهرمان. دارم با مردی ازدواج میکنم که من هم برای او چیستا هستم. همانقدر دوستم دارد. به جهنم که شما 2 نفر چه میشوید. خانه مال من است و مادرت نگران آینده من بود. همه این سالها میدانستی که همکلاسیت را دوست دارم. خودش طلاقم را از تو میگیرد. اگر جلوی مادرت مخالفت نکردم به خاطر خانه بود. این سهم من بود. سهم دختر خاله بدبختی که مثل کنیز در خانه شما کار کرد، به امید واهی این که روزی عروس خانه‌ای شود که از دامادش بیزار است. راستی به چیستا گفتی شغلت چیست؟ گفتی تا حالا چند نفر را کشته ای؟ گفتی جنگ تو تک تیراندازی توست؟ گفتی 17 سالگی پسران محله را تا دم مرگ زدی و همانجا حاجی تو را دید و از تو خوشش آمد؟ به اینها گفتی دانشگاه را ول کردی تا برای حاجی کار کنی؟ گفتی یک سرباز عادی نبودی؟ گفتی حتی همین الان با حاجی ارتباط داری و هر دستوری بدهد 4 دست و پا اجرا می‌کنی؟ گفتی حتی به حاجی التماس نکردی شناسنامه‌ات را بدهد فردایش این بیچاره را عقد کنی و بروی؟ کجای قهرمان؟ گفتی به تنت نارنجک بستی و تا وسط دشمن رفتی و اگر حاجی به موقع نرسیده بود الان تکه های بدنت هم پیدا نمی‌شد که در قبر بگذارند. مادرت ارث پدری مرا خورد. خانه بزرگی را که فروختید بیشترش ارث پدری من بود. این خانه کوچک دیگر مال من است. از این به بعد با همسرم سیاوش طرف هستی. دوست دوران مدرسه‌ات که از همان موقع عاشقم بود. طلاقم و حقم را از تو میگیرد. و چیستا خانم، چون شما هم این نامه را میخوانی میدانی که کاپیتان جنگ ما جرأت یک خواستگاری رسمی از خانواده شما را نداشت، چون میترسید جلوی پدر و فامیل تو کم بیاورد. خواهرانه پیشنهاد میکنم روز خواستگاری بگویی کلتش را از جیبش درآورد. شاید سر مهری عصبی شود و پدرت را بکشد. کسی که به زدن و کشتن عادت کرده تو را هم میزند. بچه هایت را هم میزند. من فرار کردم وگرنه من را هم میکشت. 1 هفته با غذا و مهربانی گولش زدم تا برای فرار و بردن اسناد آن خانه آماده شوم. او حواسش به هیچ چیز جز عملیات نیست. کدام عملیات دنیا مانده که نرفته باشد؟ نمیدانم. مراقب خودت باش خواهر. عاشق قهرمان دیوانه‌ای شده ای. ریحانه. سکوتی در اتاق برقرار شد. علی از جایش بلند شد. فردا میام خواستگاری، بعد میرم طلاقش میدم. 1 لحظه از تنهاییمان و حال بد علی ترسیدم. هرگز او را چنین ویران ندیده بودم. به سمت در رفتم. مقابلم سجده کرد و گفت امشب پیشم بمون، وگرنه میمیرم. خب بچه ها، امیدوارم که این پارت رو تا آخر تماشا کرده باشین و ازش لذت برده باشین. اگه میخواین مثل همیشه داستان رو از ابتدا گوش بدین، داخل پلیلیست رمان پستچی از ابتدا رمان رو گذاشتم. میتونید برید گوش بدید و حالش رو ببرید. حمایت از من یادتون نداره؟ زبونم گرفته به تتا پتا افتادم. و
همین دیگه، بهتره کنید حالم خوب شه، بهم انرژی بدید. عاشقتونم.